فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگه پرسیدن رنگ سیاه برای مو چه حکمی داره؟ رنگ سیاه در برخی از روایات اومده که رسول الله صلی الله علیه و آله کردند که موها را شما رنگ بکنید، خضاب بکنید، منتها از رنگ سیاه تیره شما پرهیز بکنید. منتها این بستگی داره که به چه افرادی، یعنی این مورد کدوم مورد هست که ما بر اون حکمی رو صادر میکنیم. بسیاری از علما استثناء قرار دادن. مثلا فرض کنیم یک فرد پیرمردی هست میخواد برود برای جنگ و جهاد در مقابل کفار. این کفار وقتی که اینو ببینند، شاید مثلا وقتی ببینند یک فرد ظاهرا جوانی هست، یک احساس بیم و ترس بیشتری رو دارن. یا این که فرض کن زنی یا مردی قبل از واقعا سنی که موی انسان واقعا سفید می شود، قبل از اون سفید شده، همه میدونند که این پیرمرد نیست، جوان هست، اما بنابر علتی و بیماری مویش در واقع سفید شده، بازم در این مورد هیچ گونه اشکالی رو نداره. و موردی که حرام هست و نباید اونو به اصطلاح، یعنی این مو رو به اصطلاح رنگ سیاه زد، این فرض کنه که پیرمردی هست میخواد با دروغ و تلبیس خودش رو جوان جلوه بده، مثلا میرود به خواستگاری یک دختر جوانی میخواد اونو فریب بده. این در واقع همون مواردی هست که استفاده از رنگ مو که رنگ سیاه که برای تلبیس هست و برای فریفتن مردم هست، این در واقع حرام و ناجایز.